بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. علیکم السلام، سلامت بشید. الو. بله بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از ایران زنگ میزنم. حسین هستم. آقا حسین از ایران. بفرمایید آقا حسین. ما در برنامه امشب 3 تا کلیپ پخش کردیم، هر کدومش که دوست دارید در موردش صحبت کنید. یه آیه هست تو سوره بقره میگه ان الذين كفروا سواء علیهم. این آخوندا کفر ورزیدن. بفرمایید. ان الذين كفروا سواء علیهم، اینا کفر کردن و یه روزی میاد که یوم لا مفر لهم. آخوندی که بهتون زنگ زد و بهتون اهانت کرد، واقعا این حرفا لیاقت خودش بود، نه شخص خود شما. از برنامه خوبتون هم تشکر میکنم. تشکر از شما برادر عزیز، الله مطالب ستون کنه. خدمتم. آقا انصاری یه چیزی بهتون بگم. واقعا من یه شیعه بودم که الان موحد شدم، الان نزدیک 3 ماهه و واقعا چون من برنامه شما رو دیدم موحد شدم. خیلی دوستتون دارم. الله اکبر. برادر عزیز گرامی، سبب اگر لطف بکنید سبب هدایتتون رو بیان بکنید، خیلی دوست دارم من از زبان موحدین بشنوم که این چی چیز باعث شد که شما این راه رو انتخاب بکنید. والا برنامه‌ای که شما گذاشتید نه فقط خود شخص من بلکه بیشتر دوستان من موحد شدن، چون واقعا دروغای آخوندایی که شما در میارید و ما روشون خیلی حساب باز میکردیم و دروغاشون رو برامون پخش میکردیم، واقعا الان زده شدیم. الله اکبر، الله اکبر. تشکر میکنم از شما. یک سوال دیگه ازتون بپرسم، چون شما با لهجه شیرین آذری دارید صحبت میکنید. شما از برادران غیور آذری هستید، درسته؟ نه، من عربم. عربید؟ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. از اهواز هستید؟ از اهواز هستید؟ 100%. ماشاءالله. میتونید به عربی پیامی میشه به عربی پیامی داشته باشید برای برادران و خواهران عربمون در اهواز؟ انشالله. فقط باید یه قول بدید. زنده باشید. سلامت باش. آقا باید قول بدید که من شما تلفنتون رو داشته باشم. شما میتونید بعد از برنامه انشالله تماس بگیرید. من در خدمت شما خواهم بود. آها. الان به عربی حرف بزنم؟ آره، شما پیامی که دارید برای عزیزان عرب زبانمون در ایران بفرمایید. انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی نبینا محمد و آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى ابراهیم انك حمید مجید. انا حسين من الاهواز وادعو جماعة كل الشباب خصوصا الاهوازية ان يرغبون هذا الدين الشيعي ويجون يصيرون موحدين. والله انا شفت اشياء اللي هسه صرت موحد، وشفت هذين الاشياء اللي الله قربنا اليه، وقمت اشوف الاشياء اللي باليوم كنت شيعي وادعي وسويت له، فما شيء اللي اريده ما صار لي. بس هسه من صرت سنه الحمد لله صلاة بمكانها حديثها بمكانها الحمد لله. الله عز وجل شيء الطانية ما مثل قبل، فانا هسه اشوف روحي اكثر مهتدي، وادعو جميع الشباب انه يجون صوب السنه ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك، جزاك الله خير اخي الفاضل حسين من الاحواز. سلامت باشید. آقا ببخشید من اولین بار دارم با برنامه تماس میگیرم، شاید الان یه جایی رو درست نگفتم. الله مطالب ستون کنه. بارك الله فيكم. تشکر از شما. خدمتتون آقای انصاری. مزاحمت نمیشم. فی امان الله. خداحافظ. خداحافظ شما. خداحافظ.